تصادف کردی چه جوری؟ تصادف که زیاد میکنم. پورشه پر استهلاک تره یا BMW؟ پورشه رو یه پولی خرجش میکنی مثل بی ام و نیست هر روز بخوای تمدیدش کنی، یعنی یه چیزی درست میکنی دیگه تو ذهنت میره بیرون، ولی بی ام و هر روز یه سوسول بازی خودشو داره دیگه. یعنی خودت نظرت به بنزه، میگی بنز مطمئن تری. سلام، دومین قسمت برنامه دیویل کارز با سلطان پورشه ایران آقا مازیار. سلام، خیلی خوشحالم تو برنامه‌تونم، مرسی که من دعوت کردین، در خدمتتونم. مازیار جان، اول بگو ما چند سالته؟ من 34 سالمه. 34 ساله. چی شد مجموعه تو گذاشتی ژرمن مانستر؟ جرمن مانستر اولین دلیلش به خاطر این بود که هر ماشینی هر جایی تو تهران بره یا تو ایران بره، ماشین آلمانی البته، هر جایی که ناامید باشن دیگه همه ازشون قطع امید کرده باشن میارن پیش ما، واسه همین گذاشتیم هیولای آلمان یا همون جرمن مانستر. خیلی وقت میشناسمت ولی دقیقا نمیدونم کی چه موقعی اومدی تو کار تعمیرات ماشین و این لاین رو انتخاب کردی. کلا از بچگیم که ماشین باز بودم، یعنی ماشینی که خیلی دوست داشتم، رشته‌ام خود مکانیک ساخت و تولید رفتم، بعدش هم که دیگه از 19 20 سالگی دیگه شروع کردم کار عملی و تا الان تقریبا 14 15 ساله. ماشین مورد علاقت چیه؟ اونی که بیشتر از همه دوستش داری و میگی خیلی باهاش حال میکنم وقتی میبینم؟ ماشین که دیگه بحث ماشین میشه دیگه، یه ذره پورشه تعصبی هم و دیگه تهش هم که دیگه قایت کار 911 دیگه. ماشینایی که الان داری چیه ماشینایی که الان دارم هر برند یه دونه دارم یه دونه خوباشو گذاشتم کنار. مثلا؟ تو بی ام و چی داری؟ یه دونه ایسی دارم ام تیریش کردم، یه دونه ای 46 دارم ام تیریه، بعد تو بنز که زیر پایم 350، تو پورشه هم که دیگه کررا دیگه 911. تا حالا شده تو کار ماشین تعمیرات بگی ای بابا دیگه خسته شدم، بابا حالم داره به هم میخوره دیگه نمیخوام فردا شروع کنم یا بیام یا هرچی؟ آره اولاش مخصوصا که داشتم شروع می‌کردم، مثلا یه جا قاچار میخورد تو دسته انقدر بهت عصبانی میشدی میگفتی لعنت به اون کسی که قاچار داد دستم. تا حالا شده تو تعمیرگاه یه سری اتفاقا واسط پیش میاد میگی بابا حالم داره به هم میخوره، اون بدش کدومه؟ زیاد که اینجوری میشه کار ما که کلا زیاد میشه، ولی یه خاطره خیلی بد دارم. یه بار یه 911 گیر بکسشو درست کرده بودیم، داشتیم کد پروگرامش میکردیم، وسط کد پروگرام خود ماشین هم آمپرابش رفت بالا دیگه، یا بعد خلاصه کد پروگرام قطع میکردم یا بعد ماشین رو خاموش میکردم، که میدونی که وسط کد پروگرام قطعش کنی کل برنامه‌اش میپره دیگه. خلاصه دیدم داره ماشین دمیج میشه، ماشین رو خاموش کردم، بعدش هم که همه برنامه‌اش پرید و چند ماه طول کشید دوباره برش کردیم. ببین فکر کنم مثلا من میخوام بیام بهت بگم مازیار میخوام برم یه پرش بخرم، تو چه اتاقی رو پیشنهاد میدی؟ بودجه مهم نیست اینجا، اتاقی که میگی جذابه باش حال میکنی، میدونم تو خیلی باش ارتباط میگیری. من گفتم یه ذره تعصبی هم روی یه ذره داستان، فقط همون کرر 911 رو پیشنهاد میکنم، ولی کلا پورشه رو میخوام پیشنهاد کنم. اصلا به کسی ازم میپرسه به سنش و به مدل شخصیتیش و به مدل رفتاریش و اینا میتونی بهش بگی چی برداره، کاین برداره، نمیدونم باکسر سوار شه، ماکان بگیره، بیشتر سر هم مدل شخصیتی. ببین تو هر برندی یه سری ماشینا هستش که خیلی استهلاکش بالاست، به اصطلاح میگم ماشین خیلی پرخرجی و اذیت میکنه. حالا اذیت هم چیز خوبی نیست، یه سری ماشینا خب مرسومه، تایم لایف داره قطعاتشه که درست میگم. کدوم یکی از این ماشینا زودتر میاد پیش تو؟ توی آلمانیا یا تو پورشه؟ تو پورشه. تو پورشه ها که همه استهلاکاشون بالاست، ولی خب یه جوری مثلا به قول من هر یه گازی که به اون پورشه میدی اون خرجی که میکنی واقعا حلالش بشه، یعنی هر چی میریزی توش دمش گرم. ببین مثلا اگه بخوای بگی یه اتاق پورشه رو مثلا میگیم ایکس سری ایکس 4 بی ام و بین مثلا ماکان پورش، حالا اختلاف مثلا مقایسه خیلی فاصله داری هن نسبت به هم، ولی تو خودت کدوم میگی راحت تر سوار میشم؟ یعنی مثلا به طور مثال استارت میزنم صبح میرم شما. صبح میرم شمال که کلا بی ام وش هم صبح بری شمال یه ذره استرس داری، بخوای مثلا تو آلمانیا سوار شه.